اگر هنگام شارژ گاز کولرگازی همیشه تردید داشتی که مقدار گاز اون چقدر باید باشه و چه زمانی باید اون رو شارژ گاز کنی، در این قسمت مرحله به مرحله اون رو با هم بررسی میکنیم، از شارژ گاز تجربی گرفته تا شارژ گاز دقیق وزنی. بعد از این ویدیو میتونی خودت راحت شارژ گاز رو انجام بدی بدون آزمون و خطا. سلام، به کولرفیکس خوش آمدید. در این مرحله به صورت واقعی و فنی نحوه شارژ گاز دقیق کولر اسپریت رو با هم بررسی میکنیم. ابتدا اول میریم سراغ نحوه تجربی و با آمپر و فشار و بعد میریم سراغ دقیق ترین روش که شارژ گاز وزنی است. بعد از انجام وکیوم کامل وارد مرحله شارژ گاز میشیم. در مجموع دو روش کلی برای شارژ گاز وجود داره. روش اول روش تجربی، روش دوم روش وزنی. ابتدا روش تجربی رو با هم بررسی میکنیم. در حال حاضر دستگاه تحت وکیوم، شلنگ گیج رو از وکیوم جدا میکنیم و به کپسول مبرد وصل میکنیم. قبل از هر اقدامی طبق استاندارد لیبل دستگاه را بررسی میکنیم تا نوع مبرد مشخص بشه. الان برای این کولر نوع مبرد R22. زمانی که دستگاه R22 هست و داخل سیکل مقدار گاز وجود داره، شیر سرویس را باز میکنیم و دستگاه رو روشن میکنیم و بعد چند دقیقه بهش زمان میدیم تا راه بیفته. خب کولر رو روشن کردیم، چند دقیقه بهش زمان میدیم و بعد فشار روی گیج رو بررسی میکنیم. معمولا فشار برای R22 باید بین 50 تا 70 PSI باشه، بستگی به آب و هوا داره. اگر فشار از این کمتر بود مبرد به اون اضافه میکنیم. الان یک ذره نیاز به شارژ گاز داره. شیر کپسول رو باز میکنیم، هواگیری انجام میدیم. قبل از باز کردن هواگیری انجام میدیم، بعد به آرامی شیر گیج رو باز میکنیم. چند ثانیه بهش گاز میدیم و دوباره شیر رو میبندیم و در حین شارژ گاز نگاه به آمپر میکنیم تا آمپر به حد نرمال برسه. زمانی که فشار به حد نرمال رسید و آمپر هم نرمال بود، نگاه به لوله های رفت و برگشت میکنیم. باید لوله برگشت خنک‌تر از لوله رفت باشه. اگر خنک‌تر بود شارژ گاز ما تکمیل شده. و مرحله بعدی زمانی که دستگاه کامل بدون گاز باشه، یعنی هیچ مبردی داخل کولر نباشه، اون زمان کل سیکل رو وکیوم میکنیم. بعد از وکیوم شارژ گاز رو به صورت وزنی انجام میدیم. دیگه اون موقع نمیخواد کولر رو روشن کنیم. گاز R22 هم میشه به صورت گاز اون رو شارژ گاز انجام داد، هم به صورت مایع. اما برای گازهای مثل 410 حتما باید به صورت وزنی و مایع باشه. خب بریم برای شارژ گاز وزنی که دقیق ترین روش موجوده. این روش استانداردترین و دقیق ترین روش شارژ گازه. در این صورت کولر رو کامل وکیوم انجام میدیم و اطمینان میکنیم که هیچ گازی درون کولر وجود نداشته باشه. کل سیکل رو وکیوم میکنیم. مرحله بعدی زمانی که کل سیکل رو وکیوم کردیم
نگاه لیبل دستگاه میکنیم که چقدر دستگاه گاز میگیره و مطابق با همون به صورت وزنی با ترازو اون رو شارژ گاز انجام میدیم و نیازی به روشن کردن دستگاه نیست. زمانی که دستگاه خاموشه کولر رو شارژ گاز انجام میدیم. برای شارژ گاز کردن به صورت مایع حتما باید کپسول رو برعکس بذاریم. اینطوری باید کپسول رو برعکس بذاریم تا شارژ گاز مایع انجام بشه، چه R410 باشه چه R22. اگر کپسول رو برعکس قرار بدیم شارژ گاز به صورت مایع انجام میشه. برای R22 هم میشه به صورت گاز و هم به صورت مایع اون رو شارژ گاز انجام داد، اما مبردی مثل 410 حتما باید به صورت مایع و وزنی دقیق مطابق با لیبل دستگاه اون رو شارژ گاز بکنیم. در این ویدیو شارژ گاز کولر گازی را هم به صورت تجربی و هم به صورت وزنی به صورت کامل و مرحله به مرحله آموزش دادم. اگر به این آموزش های فنی و تخصصی علاقه‌مندید حتما ویدیو را لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد موفق باشید.